به نام خدا، سلام. با یه ویدیو دیگه از دوره متخصص پایتون در خدمتتونم. توی این قسمت میخوایم با جوپیتر آشنا بشیم، با دفترچه جوپیتر کار کنیم و در مورد کاربردهاش و نصبش و اینها صحبت کنیم. خب دوستان ببینید، ما توی جلسات قبلی که داشتیم با IDLE خود پایتون کار کردیم، با VS Code کار کردیم، با پایچارم کار کردیم. الان یه گزینه دیگه هم پیش روی ما هستش که یکم متفاوت‌تر نسبت به گزینه‌های قبلی. به درد چه کسایی میخوره؟ به درد دوستانی که دوست دارن مثلا هدف نهاییشون هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و علم داده و اینجور موارد باشه. خب برای این افراد قطعا دفترچه های جوپیتر خیلی کاربردی تر هستن. یعنی اصلا هدف از در واقع ایجاد جوپیتر و دفترچهش همینه که دوستانی که حالا مثلا تو این فیلدها کار میکنن راحت تر بتونن باهاش کار کنن. برای نصب و استفادهش ما یه مفهومی رو باید اول بدونیم که چی هستش، بعد حالا بریم کم کم آروم آروم شروع کنیم به نصبش. این مورد چیه؟ این مورد آی پایتونه بچه‌ها. آی پایتون چیه؟ آی پایتون اون آی که اولش قرار داره به معنی اینتراکتیو پایتونه، یعنی تعاملیه. ببینید آی پایتون. خب این حالا آیی که اولش وجود داره گفتم به معنی اینتراکتیو یا همون تعاملیه. شما میگید که ما توی جلسات قبلی با حالت تعاملی پایتون آشنا شدیم، ولی خب اون که آی نداشت قبلش، درسته؟ شما خیلی راحت می اومدین توی CMD میزدید پایتون و پایتون، خب و براتون اون محیط تعاملی باز میشد. چرا من اشتباه می نویسم این رو؟ پایتون. خب و اون محیط تعاملی برای من باز میشد. پس این آی پایتون چیه؟ بچه‌ها ببینید، من خیلی وارد این مباحث نمیشم که حالا هم خیلی طولانی بشه توضیحاتمون، هم یه سری مباحثی بگیم که ممکنه شما به دردتون نخوره. اینها باید توی در واقع دوره‌های مربوط به هوش مصنوعی کامل و مفصل توضیح داده بشه. اینجا ما فقط صرفاً یه آشنایی کلی پیدا می‌کنیم و نصب می‌کنیم. آی پایتون که گفتم نسخه تعاملی پایتونه، از این در واقع حالت تعاملی خیلی پیشرفته تره. یعنی اون رو ایجاد کردن مخصوص افرادی که حالا مثلا گفتم محاسبات علمی و اینها میخوان انجام بدن و یه دسترسی خیلی سریع میخوان داشته باشن به این محیط شل و خط فرمان و اونجا کارشون رو انجام بدن. یعنی آی پایتون عملا خیلی از این حالت تعاملی ساده ما پیشرفته تره، مدلش هم متفاوت تره، قابلیتاش هم خیلی بیشتره. حالا من از این محیط خارج میشم. حالا بذارید خارج نشم، مثلا یه پنجره دیگه باز کنم. اینجا میخوایم آی پایتون رو هم داشته باشیم. برای نصب آی پایتون کافیه اینجا من بنویسم پیپ اینستال آی پایتون. خب یعنی با زدن این دستور ساده من میتونم آی پایتون رو نصب کنم. خب منتظر میشیم که نصب کنه که حالا تفاوت‌هاش رو هم با هم ببینیم. خب اجازه بدید من این صفحه خودم رو بیام و به دو قسمت تقسیم کنم. خب اینجا آی پایتون برای ما حالا نصب هستش. خب کاری که باید بکنم همونطور که اینجا زدم پایتون و وارد محیط تعاملی شد، اینجا هم باید بزنم آی پایتون. خب میزنم آی پایتون که این وارد محیط تعاملی آی پایتون بشه. ببینید مدلش کلا از همین اول مشخص متفاوته، یعنی شماره گذاری میکنه اون در واقع دستورات و خطایی که من باید بزنم. اینجا میگم که فرضاً پرینت کنه برای من رضا رو. بچا با دستوراتی که میزنیم خیلی سر و کار نداریم، کاری نداریم چی هستن، نگران نباشید. اینجا رضا رو چاپ میکنه. حالا همینجا همون دستور رو میزنم، میگم که پرینت کنه برای من فرضاً رضا رو. و یه نکته‌ای که از همین اول مشهوده اینه که اگر دقت کنید این داره با رنگا هم جدا میکنه دستورات. یعنی مثل اینجا کلا همه چیز سفید نیستش، اینجا رنگ بندی داره میکنه قشنگ. حالا خیلی قابلیتاش متفاوت تره، یعنی کار کنید بیشتر متوجهش میشید که ما خیلی نمیخوایم با محیط تعاملی الان کار کنیم. گفتم توی در واقع جلسات بعدیمون یکی دو تا جلسه مخصوص محیط‌های تعاملی خواهیم داشت. الان پس فهمیدید آی پایتون کلاً چیه؟ خب آی پایتون یکم اینجوری بگم محیط تعاملی نسبتاً پیشرفته تره. حالا از این آی پایتون توی این دفترچه جوپیتر ما استفاده میشه، یعنی هستش، یعنی کرنلش آی پایتونه. زبان‌های مختلفی میتونه این دفترچه ساپورت کنه که یکیش چیه؟ یکیش پایتون هستش. خب از بین حالا دفترچه ها جوپیتر خیلی معروفه. خب جوپیتر نوتبوک خیلی معروفه، از همین جوپیتر معمولا استفاده میشه. کاربرد دفترچه ها
رو براتون گفتم من قبلا که چی هستش. ژوپیتر و کلا دفترچه ژوپیتر یه محیطیه که انگار مثلا شما یه دفترچه زنده و گویا داری، هم کدت هست هم توضیحاتت هست، هر وقت دوست داشتی میتونی کدتو اجرا کنی، نتیجه رو ببینی تو این دفترچه ماننده توی محیط در واقع کروم یا حالا اینها برای تو اجرا میشه، یعنی تو محیط مرورگر برای تو اجرا میشه. خب بچه‌ها من کافیه ژوپیتر رو اینجا سرچ کنم، خب بزنید ژوپیتر، تو همین سایت اولی که براتون میاره من بازش کنم. یه توضیح خیلی کوتاهی در مورد لوگوش بگم، خیلی جذابه. اول که خودش این کلمه ژوپیتر مخفف ژولیا، پایتون و آر هستش، سه تا زبان برنامه‌نویسی که توی علم داده خیلی استفاده میشن. این سه تا زبان برنامه‌نویسی معروف ترین و کاربردی ترین زبان‌های برنامه‌نویسی توی مبحث علم داده و یادگیری ماشین و اینها هستن. پس این ژوپیتر مخفف ژولیا، پایتون و آر هستش. اما جدا از اون به در واقع نوتبوک یا یادداشت‌های گالیله در مورد قمرهای سیاره مشتری یا همون ژوپیتر اشاره داره که حالا اینجا اینا قمرهاش هستن و این هم سیاره مشتریه. خب به این هم اشاره داره، یعنی گالیله که حالا مثلا یادداشت می‌کرد در مورد قمرهای مشتری و اینا، به اون هم اشاره داره. و به هر حال کاری نداریم، ما میتونیم اینجا نوشته حالا مثلا اینستال کن یا امتحانش کن فلان کن. برای نصبش خب شما میتونید گزینه اینستال رو بزنید. اینجا حالا راهنمایی هایی که لازمه رو براتون میاره برای ژوپیتر لب و برای ژوپیتر نوتبوک. خب بچه شما میتونید این رو حالا با استفاده از پیپ بیاین نصب کنین. خب این هر دوتا رو، هم نوتبوک رو هم ژوپیتر لب رو، و با استفاده از کندا هم میتونید این کار رو انجام بدید. کندا خودش یه دونه نسخه مینی کندا داره. خب برای مثلا افرادی که حجم در واقع کمتری مجبورن نصب کنن، سیستمشون نمیکشه، یه سری پکیج های جمع و جور و اینایی داره، مثلا خیلی زیاد نیست، فقط کاربردی هاشه که اینجا نسخه های مختلفش رو میبینید. من زدم رو در واقع گزینه مینی کندا بچا. مثلا برای ویندوز اگر کلیک کنم روش میگه که چقدر 58 مگابایت. خب و کلا حجمش خیلی کمه، گفتم جمع جورتره مثلا برای افرادی که خیلی نمیخوان همه پکیج های مختلف رو نصب کنن. یه روشش اینه که حالا مثلا بیایم با استفاده از این نصب کنیم و حالا گفتم بهتون قضیه از چه قرار، حالا دستوراتش هم اینجا نوشته، اما روش بهتری هم وجود داره. ما یه آناکوندا داریم بچه ها، خب که یک در واقع چی بگم محیطی با کلی امکانات، قابلیت، کلی پکیج از قبل نصب شده، یعنی نزدیک شاید 500 تا پکیج اصلا مخصوص علم داده و کارهایی مثل این یادگیری ماشین فلان از قبل روش نصبه، حتی شما نیاز نیست نصب کنید. این خیلی بزرگتره، کلی مثلا نرم افزار و قابلیت برای شما فراهم میکنه که ژوپیتر یکیشونه، بعد اسپایدر رو براتون داره، نوتبوک رو داره و کلا خیلی قابلیت های به شدت خفنی داره که شما میتونید ازش استفاده کنید. ما هم از همون قراره استفاده کنیم و خیلی برای ما کاربردیه. حالا ژوپیتر نوتبوک رو که داریم بچه‌ها، یه ژوپیتر لب هم داریم. خب اولا اینکه این ژوپیتر لب چیه؟ این ژوپیتر لب یه جورایی مثل همون نوتبوکه، ولی مثلا انگار شبیه IDE شده، یه ذره مثلا پیشرفته تره، خیلی خفن تره این ژوپیتر لب و خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید و مثل IDE ولی IDE نیست. ببینید همون IDE رو داره، ببینید IDE، ولی اینجا این کلمه اولی اینتراکتیوه، یعنی تعاملیه، برخلاف IDE که Integrated Development Environment بود، اینجا Interactive Development Environment، یعنی تعاملیه. اون دیگه منظورش یک پارچه نیست، منظورش تعاملیه. که حالا مثلا ژوپیتر لب رو ما استفاده میکنیم، خیلی قشنگتر و خیلی جذابتر محیطش و به هر حال اینجا ما اینا رو داریم دیگه. برای نصبش گفتم بهترین راه اینه که ما بیایم آناکوندا رو نصب کنیم که کلی قابلیت برای ما فراهم میکنه. برای نصب آناکوندا، همین آناکوندا رو که سرچ کنید، این وبسایت اولی که برای ما آورده www.anaconda.com، میایم اینجا
برای نصبش میریم توی پروداکت، گزینه اول رو که اوپن سورس نوشته اون رو میزنیم و برامون یه صفحه میاره که حالا اینجا هم دانلود وجود داره. بریم انتهای صفحه برای حالا سیستم عاملای مختلف هست، لینوکس هست، مک هست، ویندوز هست. مثلا نسخه 64 بیتیش 510 مگابایت بچه‌ها. خب 510 مگابایت و شما میتونید این رو دانلود کنید، نصب کنید. من از قبل دانلود کردم، دوباره دانلود نمی‌کنم، این رو روی سیستمم هستش و باز میکنم که نصبش رو با هم دیگه جلو ببریم. خب نکست رو میزنیم، اینجا این گزینه رو میزنیم. اینجا میگه که برای همه یوزرها نصب بشه یا فقط برای من، که حالا میتونید اینجا بزنید همه یوزرها یا فرق نمیکنه فقط برای یوزری که الان باش کار میکنید نصب بشه. نکست رو میزنید. البته بچه‌ها من این رو هم از قبل دارم، یعنی نصب کردم و مسیر رو انتخاب میکنید. اینجا بهتره اد تو پس رو بزنید، اگر این رو نزنید مجبورید دستی بزنید و دستی این کار رو انجام بدید. شاید خیلی توصیه کنن که بهتره نزنید و دستی این رو اضافه کنید، ولی من همیشه حالا برای راحتی و برای جلوگیری از حالا احتمال خطا همیشه میزنم خودکار این انجام بشه برای ما و خب نکست رو میزنیم و منتظر میمونیم که برای ما نصب بشه. بچه این که نصب شد یه چند تا گزینه های مختلف برای ما میاره. یکی مثلا همون محیط خط فرمانشه، محیطیه که ما میتونیم دستور بزنیم مثلا جوپیتر نوتبوک رو برامون بالا بیاره، از اونجا اجرا کنیم. یا مثلا حالا گزینه های مختلفی داره، ولی یکی از این گزینه ها در واقع اون جایی هست که همه موارد رو برای ما میاره، میتونیم انتخاب کنیم. حالا اگر نصبش تموم بشه به امید خدا توضیح میدم. خب من سرعت ویدیو رو بالا ببرم این تموم بشه. خب بالاخره این نصبش تموم شد. نکست رو میزنیم، نکست رو میزنیم، حالا میگیم که اینها رو هم نمیخوایم و فینیش رو میزنیم. خب بچه های نصبش تموم شد. اگر بیایم اینجا و توی قسمت آناکوندا پیدا کنیم این رو، خب اینجا ببینید یه سری حالا مواردی برای ما آورده، ایجاد کرده. خب اسپایدر رو داریم، جوپیتر نوتبوک رو داریم و حالا مثلا آناکوندا پرامپت رو داریم که گفتم اون محیطایی هست که میتونیم دستور بزنیم و اینها. ولی اون مهمترین گزینه‌ای که ما خیلی ازش استفاده میکنیم این آناکوندا نویگیتوره. حالا من چون از قبلم نصب کرده بودم ظاهرا اینا دوتا شدن همشون. ببینید نیو قبلا هم داشتم، حالا نصب کردیم دوتا شدن، کاری نداریم. این آناکوندا نویگیتور خب اون جاییه که ما میخوایمش، نیاز داریم. اجرا کنید. حالا یه چند تا پنجره همینجوری میاد بالا بسته میشه، شما کاری با اینا نداشته باشید. خب صبر میکنید یه محیطی براتون باز میشه. خب منتظر میمونیم باز شه. این حجمش از پایچار من بیشتر بود بچه ها دیگه. خب کلی پکیج روش هست، نزدیک شاید 500 تا شاید کمتر بیشتر، ولی به هر حال تعداد زیادی پکیج روش هست. کلی در واقع ابزار برای ما ایجاد میکنه. بچه ها میبینید خیلی از این ابزارها اینجا وجود دارن که ما بتونیم برای حالا کارهای یادگیری ماشینمون و اینها ازش استفاده کنیم. یه قسمتی داره به اسم environment. خب اینجا یه environment رو اگر نگاه کنید شما رو همون بیسش، روتش کلی پکیج اومده نصب کرده. 385 تا پکیج میگه اینجا موجوده. شما حتی میتونید محیط مخصوص خودتون رو با پکیج هایی که خودتون دوست دارید ایجاد کنید، مثل همین پایتون پروژکتی که اینجا دارم. حالا ما کاری با این گزینه ها نداریم. بین ابزارهایی که داره، حالا اسپایدر رو یادتون باشه داشتیم معرفی میکردیم، آیدی ها و ادیتور ها رو اونجا اسمش رو بردیم. ما کاری با این هم نداریم. دو تا موردی که اینجا برای ما مهمه، یکی همین نوتبوک، یکی جوپیتر لب. خب ما هر دوتا رو براتون الان اجرا میکنم ببینید قضیه از چه قراره، ولی ما معمولا با جوپیتر لب کار میکنیم. بچه‌ها این احتمالاً همون اولش بپرسه که با کدوم مرورگر براتون باز کنه. خب که مثلا مرورگر که میخواین باز چه کدومه، شما هر مرورگر که خودتون دوست دارین انتخاب کنید. من چون قبلا انتخاب کردم از من نپرسید اینجا. حالا مثلا اینجا شما دایرکتوری هاتون رو دارین. فرضاً من میرم توی دسکتاپم، خب یه نیو میزنم اینجا پایتون رو، یعنی که از پایتون استفاده میکنه، آی پایتون کرنلش هستش میزنم اینجا. برام حالا یه محیطی رو باید بیاره. میبینید اینجا اون محیط برام ایجاد شده. ولی خب من حالا
جدا از این میخوام اون جوپیتر لب رو استفاده کنم که بهتون گفتم یه محیط خیلی قشنگتر و تمیزتر و شیکتره. برای دفترچه هم میتونیم ازش استفاده کنیم. خب اینجا هم حالا روی اینم کلیک کنید میپرسه که کدوم مرورگر براتون باز شه. اگر چند تا مرورگر داشته باشین، من قبلا زدم رو همون کروم برای من به صورت دیفالت باز میکنه. خب یه همچین محیطی برای من داره میاره. خب شما میتونید دفترچه های خودتون رو به چند تا شکل مختلف ایجاد کنین. یکی اینجا فایل رو بزنین، نیو رو بزنین، نوتبوک انتخاب کنین که میپرسه که اون هستتون چیه. من همون پایتون رو انتخاب میکنم. خب میزنم مثلا سلکت، برامون پایتون انتخاب میشه. یکی هم اینجا این به اضافه رو میتونید بزنید که همچین صفحه‌ای میاره که میتونید از نوتبوک ها آی پایتون رو یعنی پایتون رو انتخاب کنید و روش کلیک میکنید، این صفحه براتون ایجاد میشه. حالا ما برای اینکه قشنگتر این کار رو انجام بدیم، من میام توی دسکتاپم. خب توی دسکتاپم این رو که باز کنم، اینجا یه لحظه این رو بزنیم بره پایین. یه در واقع فایلی برای من ایجاد کرده بود، من این رو پاک میکنم، کاری با این نداریم، مثلا اینا رو اینم پاک میکنم. خب میام اینجا یه دایرکتوری جدید ایجاد میکنم با این گزینه، میزنم مثلا تست پروژکت و خب داخل این میام چیکار میکنم، حالا فایلم رو ایجاد میکنم. کافیه روی این پنجره کلیک کنم، پایتون رو انتخاب کنم، میتونم اسمش رو هم هرچی دوست دارم خودم بذارم، یعنی کافی اینجا یه رینیم بزنم، بگم که تست باشه اسمش و اینتر بزنم که این برای من ایجاد بشه. اگر نگاه کنید اینجا من یه دونه تست پروژکت دارم. خب بچه‌ها، و داخل اون هم این تست در واقع فایل تستی که من ایجاد کردم هست، یعنی من هرچی بنویسم داخل این قرار میگیره و میتونم هر موقع دوست داشتم اجرا کنم. خب حالا این محیطشه، من میتونم اینجا کدهای خودم رو بزنم، مثلا میگم که پرینت کنه برام رضا رو. اینجا پیشگویی نمیکنه، برای اینکه پیشگویی کنه شما باید تب رو بزنید. خب رضا و خب مثلا حالا میخوام برم خط بعدی. بچه اینجا محیطش یه ذره متفاوت تره، من دیگه شروع کنم همه چیزش رو توضیح بدم خیلی زمانمون گرفته میشه. من میتونم در ادامه این بنویسم دستوراتم رو، یعنی مثلا اینجا بنویسم دوباره یه پرینت دیگه بزنیم، مثلا بگیم چی بگم، مثلا های. خب میتونم اینجا هر چقدر دوست دارم دستور بزنم، یا اینکه کلا برم مثلا یه دونه برای خودم سلول دیگه ایجاد کنم، دستورم رو اونجا بزنم. خب و اینجا مثلا مینویسم 4 به اضافه 2، کلا یه دستور متفاوت تر. دوباره همینجوری میتونم سلول ایجاد کنم. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که ببینید من حتی اینجا میتونم به غیر از کد مارک داون داشته باشم یا متن ساده خام داشته باشم. مارک داون چیه؟ اینو بچا یاد گرفتید فکر کنم توی واتساپ و تلگرام و اینجور چیزا، مثلا شما ستاره میذاری متنت رو بولدتر میکنه، یه همچین قابلیت هایی که اینجا هم میتونیم ازش استفاده کنیم. خب از این زبان مارک داون یه سرچ بزنید زبان مارک داون، کلا براتون میاره که مثلا چه جوریه، از کدوم علائم برای چی استفاده کنین و به همین شکل. اوکی، مثلا میبینید من اجرا رو زدم، به این شکل برای من در آورد. مثلا اینجا میام 2 تا ستاره میزنم، مینویسم هلو، 2 تا ستاره میزنم، دوباره این رو اجرا کنم. این برای من خطا داد، این نباید کد باشه، این رو باید مارک داون میکردم. الان اجرا میکنم، میبینید که مثلا بولدتر نوشته این رو. به هر حال مثل دفترچه دیگه شما توضیحات مینویسی، کد مینویسی. حالا من این قسمت رو میخوام اجرا کنم، ببینید فقط این قسمت رو اجرا کرد، پایینش هم چاپ کرد نتیجه رو. و نکته ای که هست اینه که ببینید این شماره گذاری میکنه، یعنی ترتیب اجرا اینجا مشخصه. الان این شد 6، میبینید یه بار دیگه اجرا کنم میشه 7. نتیجه رو اینجا برای من نشون داده. میتونم همه خروجی ها رو پاک کنم. خب میتونم تک تک مثلا هر کدوم رو دوست دارم بدون هیچ ترتیب خاصی اجرا کنم. یعنی شما توی حالتهای عادی که پایتون میزنی توی وی اس کد و توی مثلا پایچارم و اینا، خطاتو به ترتیب اجرا میکنه. اینجا شما میتونی هر خط رو عشقت میکشه اجرا کنی. مثلا من این خط رو میخوام اجرا کنم، همین رو میزنم اجرا میکنه. از طرف دیگه میتونم همه خطا رو با هم اجرا کنم، مثلا رام بزنم همه سلول ها رو، میتونم کل خروجی ها رو پاک کنم یا فقط خروجی یک خط خاص رو مثلا پاک
پاک کنم. اینجا قابلیت‌های زیادی برای من وجود داره. بعد کجا بود؟ آهان این خط رو مثلا خروجیش رو پاک کنم. گفتم پیشگویی نمیکنه به صورت دیفالت. من ببینید پرینت رو میخوام بنویسم نمیاره، یه تب بزنم اون کلماتی که مثلا ممکن بود بتونم استفاده کنم رو میاره، تازه بعدش میتونم بنویسم و این رو اجرا کنم. این همیشه برای من مثل دفترچه وجود داره، میتونم هر سلولی هم دوست دارم مثلا با 2 تا زدن کلید دی پاکش کنم، 2 بار دی میزنم پاک میشه. اینجا میانبرهای خودش رو داره. خب ببینید میانبرهاشو جلوش نوشته، مثلا گفته که تو اگر 2 تا دی بزنی سلولت رو پاک میکنه. برای کپی کردن سلول ها میتونی مثلا شیفت رو نگه داری، هر چند تا سلول رو میخوای انتخاب کنی، بعد 2 بار دی رو بزنی پاک کنه. و این محیطیه که حالا ما توی در واقع دوره هوش مصنوعیمون بیشتر باهاش آشنا میشیم و شما میتونید برای اطلاعات بیشتر توی گوگل یا هر جای سرچ کنید. اگر علاقه‌مندید به این محیط و میخواید با این محیط کار کنید، این هم محیط جوپیتر هستش و دفترچمون که خیلی راحت این قابلیت‌ها رو برای شما فراهم کرده. خب من این رو میبندم. بعد نویگیتورم رو هم باید ببندم. آخر سر گفتیم اینجا ابزارهای خیلی مختلفی برای ما وجود داره، وی اس کد رو که خودمون نصب کردیم و یه سری حالا ابزارهای دیگه. یه نکته ایمون بچه این رو هم بهتون بگم تا یادم نرفته، یه نکته خیلی مهمی هست. من یه بار دیگه این جوپیتر لب رو اجرا میکنم، یه لحظه. خب اگه بیاره صبر میکنیم بیاره. بچه شاید شما حالا براتون سوال باشه که من این پسوند فایلایی که در واقع داشتم خب متفاوت بود دیگه. به هر حال آی پایتون نوتبوک در واقع آی پای و ان بی که همون مخفف نوتبوک آی پایتون نوتبوک، من چجوری این رو به شکل فایل دات پای داشته باشم؟ خب این باید براتون سوال بوده باشه حتما. و من اینجا بیام یه دستوری بنویسم و حالا مثلا اینجا اینپوت رو هم داشته باشیم. خب حالا برای اینکه من این رو به شکل در واقع دات پای داشته باشم، باید بیام روی سیو اند اکسپورت. بعد اینجا بین گزینه هایی که داره گزینه اکسکیوتابل اکسکریپت رو بزنم که به شکل فایل اجرایی باشه و این برای من سیو میشه. ببینید حالا من اگر این رو بزنم شوین فولدر، این فایل من هستش که میبینید اون نتیجه رضا رو هم داره برای من چاپ میکنه. پس به این شکل هم میتونید فایل های آی پایتون رو داشته باشید. من این رو بزنم میخوام ببندم، میگه اونایی که بازه رو کدوم ها رو میخوای ببندی، اینجا میتونم تیک بزنم و ببندمش و برای من همه رو ببنده. خب چرا نبستی؟ پس یس باید میزدم. خب الان اوکیه. خب بچه ها امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه و لذت برده باشین و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.